سلام، با آنلاک خوش اومدین. اینجا جاییه که قراره با هم پتانسیل آزاد کنیم. من مرضیه صالحی هستم، میزبان، و امروز قراره در خدمت آقای علی میرمقتدایی باشیم، کوچ و مدرس مهارت‌های کوچینگ. خیلی خوش اومدین آقای میرمقتدایی، مشتاقیم که ازتون بشنویم. سلام، خوشحالم که اینجا هستم. ممنونم از بابت دعوتتون، باعث افتخارم. قربان شما. ما هم خیلی خوشحالیم که شما مجدد زحمت کشیدین و اومدید که با هم ادامه بدیم بحثمون رو. پایان اپیزود قبلی در مورد این صحبت کردیم که قراره امروز در مورد رابطه و ارتباط ازتون بشنویم. سری قبلی راجع به انرژی صحبت کردیم به عنوان شاخص اندازه‌گیری رابطه و امروز قراره راجع به رابطه و ارتباط صحبت کنیم از حیث اینکه با هم دیگه همسو بشیم که چیه، چجوری داریم نگاش میکنیم، چه تعریفی برای رابطه و ارتباط داریم و این تعریفه رو با هم دیگه قرارداد کنیم، یه قرارمداری بذاریم که منظور ما از ارتباط و رابطه اینه. به یک فهم مشترکی برسیم ازش. خوشحالیم، بفرمایید. بذارین از یه تعریف شروع بکنم. خب ما وقتی راجع به ارتباط صحبت میکنیم معمولاً کلمه ارتباط یا معادل انگلیسیشو گفتم برای اینکه بهتر بتونیم بفهمیم و تمایز راحت تری به ما بده. کامیونیکیشن اشاره داره به تبادل اطلاعات، احساسات، منظور، نظرات. اساساً ارتباط بین یه فرستنده و گیرنده شکل میگیره. مثلا ما وسیله ارتباطی داریم، وسیله ارتباطی مثل تلفن، مثلا ایمیل. ارتباط، وسیله ارتباطی چیزی که ارتباط رو بین دو نفر شکل میده. پس اگر بخوایم یه تعریف مشخصی برای این دوتا کلمه داشته باشیم میتونیم بگیم که ارتباط اشاره داره به تبادل اطلاعات، نظرات و اساساً بین یه فرستنده و گیرنده داره اتفاق میفته. اما رابطه اشاره داره به یک تعامل پایدارتر، انگار به یک پیوند عمیق‌تر و پایدارتر اشاره داره. خب بنابراین ما اینجوری نگاه میکنیم که رابطه اون پیوندیه که ما وقتی به یه چیزی یا یه کسی فکر میکنیم یه حالتی برای ما ایجاد میکنه. به اون حالتی میگیم سطح انرژی که برای ما تولید میکنه. مثلا وقتی که شما و یه نفر که خیلی دوستش دارین، واقعا وقتی یادش میافتی دلت خوش میشه. وقتی فکر میکنی یک رابطه ای رو داری صدا میکنی، داری وقتی که عکس العمل داری یا پاسخ میده بدنت، لبخند میزنی نسبت به فکر اون آدم، انگار داری میگی که من رابطه‌ام با اون آدم، انرژی که تو اون رابطه هست یه جور خاصیه. خب یا ممکنه که شما مثلا به یه فرد خاصی، به یه موقعیت خاصی فکر کنی و حتی چهرت بره تو هم، یعنی انرژی سطحش میاد پایین. من یه چیزی اینجا باتون چک کنم. یعنی ما میتونیم بگیم توی رابطه، توی ارتباط ما داریم یه انتقال مفهومی بین یه فرستنده و گیرنده داریم، ولی توی رابطه لزوما اون انتقاله نیست. یعنی رابطه میتونه توی ذهن یه نفر باشه و چیزی هم داره منتقل، چیزی داره جابجا نمیشه. دقیقاً. میتونیم لایه به لایه این تعریف رو با هم دیگه دقیق تر کنیم. ارتباط میتونه به شکل کلامی یا غیر کلامی اتفاق بیفته. ارتباط میتونه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، گذرا یا مثلا طولانی تر اتفاق بیفته. مثلا من وقتی تو صف نونوایی با یه نفر شروع میکنم به ارتباط برقرار کردن، صحبت میکنم، دارم ارتباط رو برقرار میکنم، ولی رابطه من لزوما یک رابطه عمیق و پایدار نیست. خب بنابراین ارتباط به مجموعه ای از رفتارهای کلامی و غیر کلامی ما اشاره داره که تلاش میکنه یک محموله یا از یک فرستنده به یک گیرنده بفرسته و بالعکس. اوکی، تعریف ما راجع به ارتباط اینه. یه بار دیگه بگم. بله. ارتباط اشاره داره به مجموعه‌ای از رفتارهای کلامی یا غیر کلامی، خب که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ممکنه به وجود بیاد و هدف و نیتش اینه که یک محموله رو
بین فرستنده و گیرنده انتقال بده. هرچی این محموله دقیق تر از فرستنده بره بشینه پیش گیرنده، ارتباط مؤثرتر. اوکی. اما رابطه چیه؟ رابطه اون حالتی از تغییر انرژی پیش ما که وقتی یاد یک کسی یا چیزی میافتیم برامون به وجود میاد. میتونیم بگیم رابطه ما با اون چیز یا کس تو این سطح انرژی که دارم تجربهش میکنم. هنوز نگفتم سطوحش چجوری میتونه به ما دسترسی بده. آره، و من میخوام ازتون درخواست کنم که یه مثال بذارید، یه موقعیت بیارید ببینید. الان جلوتر بریم با هم دیگه تو مثالم نگاه میکنیم. برای اینکه بتونیم رابطمون رو اندازه‌گیری بکنیم تا حدی، نیاز به یک شاخص داریم. جلسه قبلی راجع به این صحبت کردیم که شاخص این که ارتباط ما، رابطه ما با یک چیزی تو چه سطحی قرار داره انرژیه. حالا اگر کافیه که ما بیایم تو این رابطه‌مون یه سطوحی رو مشخص بکنیم بر اساس شاخص انرژی، اون موقع برامون ملموس‌تر میشه. یعنی چی؟ میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که ما با هر چیزی توی زندگیمون رابطه داریم. قبوله؟ بله. جلسه پیشم راجع به این صحبت کردیم. ما با خودمون تو زندگیمون، با خودمون، با خانواده، با دیگرانی غیر خانواده مثل دوستا، آشناها، همشهری، هم کشوری، هم کره‌ای، هم نسل، به یک شکل خاصی در رابطه هستیم. با پول، با یادگیری، با محیطمون به یک شکلی رابطه داریم. با اشیا، حتی با وسایلمون، حتی با اشیا یک رابطه‌ای داریم. مثلا من با میز اتاقم یه رابطه‌ای دارم. اینکه چه وسایلی روش میذارم، از کی من از این دارم استفاده میکنم، این خط و خطوطی که روش افتاده، چه جوری چیزامو روش میچینم، یک رابطه‌ای باهاش دارم. خب پس ما با اشیا هم یک رابطه‌ای داریم. حالا ما راجع به این انرژی صحبت کردیم، میخوایم ببینیم که چه جوری با شاخص انرژی میتونیم رابطمون رو اندازه‌گیری بکنیم. خب سطوح مختلفی رو براش در نظر میگیریم. یه جایی رابطه‌های ما فرقی هم نمیکنه، تو محیط‌های کار یا خانواده یه جاهای خاصی ممکنه روابطمون توی سطح کف باشه، جایی که ما انرژی از دست میدیم. مثلا ممکنه که مکالمه آشنایی هستش، این بهمون میگه که خب گوش بده من چی دارم میگم. میگه خب دارم گوش میدم دیگه. میگه نه گوش نمیدی. میگه دارم گوش میدم. میگه نه گوش نمیدی. میگه دارم گوش میدم. اون یکی میگه بفهم همین الانم نگاه کن داری گوش نمیدی. خب و نوعی داره این تعامل شکل میگیره که انرژی داره هدر میره، انرژی زیاد نمیشه. یه سطح بالاتر آدما اساسا اجتناب میکنن از اینکه بیان برن توی رابطه. انرژی اونجا قفله. خب مثل زمانی که انگار همدیگر نمیشناسن، اصلا وارد نمیشن، انرژی جریان نداره. اینجوری هم نیست مثل سطح قبلی که داره از دست میره، انرژی ما داره کاهش پیدا میکنه. اما توی حالتی ممکنه که ما انتخاب بکنیم اصلا دمپر هم دیگه نریم، انرژی قفله. اجتناب میکنیم انگار یه جورایی. یه لول میایم بالاتر، انرژی جاری میشه اما گیر و گور داره. مثلا توی یه ارتباطی فرض کنید یکی از یکی درخواستی میکنه، اون یکی با بالاخره انجامش میده، یه کاری میکنه ولی با غر. یه سطح میایم بالاتر، رابطه میتونه یه شکلی باشه که انرژی کاملا جاریه. مثل شما در نظر بگیرید که یه تیم کاری 4-5 نفر آدم میخوان با هم کار بکنن، این به اون میگه من اینو لازم دارم، اون میگه آره انجامش میدم، مثل ساعت با هم دیگه کار میکنن و کار جلو میره. یا حالا اگرم مخالفتی دارن گفتگو میکنن در موردش. دقیقاً انرژی توی نوع تعاملی که داره شکل میگیره جاریه و ما اینو میتونیم تجربه کنیم. ممکنه که محیط‌های مختلفی رو تجربه کرده باشیم که آره اینجوریه، واقعا ما این تیم با هم کار میکنیم، حالمون خوبه، همه هوای همدیگه رو دارن و به اون نتیجه مطلوبی که میخوایم نزدیک میشیم و حرکت میکنیم. سطح بالاتر هم هست. آره یه جایی هست آدما فراتر از این میرن، توی ارتباطشون اصلا منتظرن ببینن اون یکی چی لازم داره، چی میخواد، که بتونن برن حمایتش بکنن و یه تیم اینجوری توی ارتباط شکل میدن. پیش قدم میشن، یعنی انگار به پیش قدم میشن اساسا. سطح بالاتر هم هست. آره بازم ممکنه انرژی تا یه جایی بره که این دو نفر ببینن میتونن روابطشون رو توسعه بدن تو حوزه‌های دیگه. مثلا دو تا دوستن اینقدر با هم رابطه صمیمی، یگانه و فوق‌العاده‌ای میسازن، میگن بیا با هم یه کاری هم شروع کنیم. میره اصلا توی حوزه دیگه این روابط شروع میکنه توسعه پیدا کردن. خب پس ما میتونیم بیایم نگاه بکنیم که با کی، کجا، تو چه سطحی، سطح 1 2 3 4 یا 5 یا 6 رابطه ما با اون چیز یا کس داره شکل میگیره.
خب اینطوریه که انرژی میتونه بیاد تبدیل بشه به یه شاخص که ما بتونیم رابطمون رو باهاش بسنجیم. من یه 2 سوال اینجا بپرسم آقای میرمقتدی. این سطوح رابطه رو ما الان داریم با هم تفاهم میکنیم که بذاریم یا اینا کلا یه جایی وجود داره؟ نه، ما با هم داریم تفاهم میکنیم. ما داریم با هم به این تفاهم میرسیم که بتونیم لول‌های مختلفی رو در دسترس داشته باشیم با شاخص این که آقا انرژی من تو اون مقطع، تو اون تایم، تو این رابطه چه شکلیه. چرا؟ دسترسی من به این که بتونم توی سطوح و لایه‌های مختلف رابطه حرکت بکنم ارتباط. میشه بگین چه جوری؟ ارتباط رو چه جوری تعریف کردیم؟ گفتیم یک تعاملیه، جریان اطلاعاتیه که بین یه فرستنده و گیرنده شکل میگیره. مثلا من مثال زدم گوش بده، اون گفت من گوش میدم، این یکی گفت دارم گوش میدم. نهایتا کمک نمیکنه این 2 نفر به اون چیزی که میخوان برسن. ولی اگر این 2 نفر به یک مهارت ارتباطی فرض کنید که مجهز باشن، خب اولی میگه گوش بده، دومی میگه من گوش نمیدم. اولی میگه وایسا ببین چطور اینجوری بهت بگم، میگه اتفاقی امروز افتاده، میخوام برات تعریف کنم، ازت میخوام 10 دقیقه بشینی اینجا و من گوش بدی و من اینو برات تعریف کنم. و دومی هم اگر مجهز باشه میگه که ببین میفهمم داری میگی گوش بده، منم فکر میکنم که دارم این کارو میکنم، اما از اینکه تو داری میگی به نظرم میرسه که دقیقاً اونجوری که تو میخوای دارم گوش نمیدم. میتونی راهنمایی کنی دقیقاً چی میخوای؟ و این میتونه کمک کنه این 2 نفر به یه جایی برسن که این میگه آها من اینو میخوام، اونم میگه آها منم فهمیدم و انرژی شروع میکنه جاری شدن. یعنی انگار یه جایی بیان شفاف کنن، من گوینده بیام شفاف کنم که چه جوری باشی من فکر میکنم یعنی داری گوش میدی، گوشی دستت نباشه، منو نگاه کنی، یه عکس العملی داشته باشی. آره حالا خلاص الان نمیخوایم سراغ جزئیاتش بریم که دقیقاً چی کار باید بکنیم و چه شکلیه، اما اگر من مهارت ارتباطی داشته باشم مستقیما میتونم توی رابطه‌ام اثرگذار باشم. با این مثال میتونیم اینو ببینیم که آره یا من ارتباط برقرار کردنم بر اساس اون الگوهای گذشته که اصطلاحاً به ارث بردم منظورم این نیستش که به صورت ژنتیکی به من انتقال پیدا کرده، اصطلاح مرسومش رو دارم استفاده میکنم، این که از گذشته این الگوها رو یاد گرفتم و آوردم دارم استفاده میکنم، در واقع به این من این اصطلاح برای این استفاده کردم. به جای الگوهای گذشته و رایجی که توی تعاملاتم استفاده میکنم و بهش میگم ارتباط، میتونم بیام روش‌های مثلا همین چیزی که شما مثال زدین. آره یه بخشش اینه که من چطور میتونم توی خواسته ها و درخواستم شفافیتی بیارم که برای دیگران قابل اجرا باشه. خب میتونم با یک روش ارتباطی متمایز انرژی که توی رابطه هام در جریان هست رو توسعه بدم، افزایش بدم. گرفتم. و من یه سوال دیگه هم برام پیش اومد. ما اینجا سطوح رابطه رو توی ارتباط با آدم ها داریم تعریف میکنیم، درسته؟ ما یه جا در مورد این گفتیم که ما رابطه با خودمونم داریم، حالا اینو شاید با خودمونم بتونیم بگنجونیم، ولی توی رابطه با مثلا محیط زیست و با چیزهای دیگه این سطوح چجوری میشه؟ سوال خیلی خوبیه که ما چجوری میتونیم با محیط ارتباط برقرار بکنیم وقتی اون پاسخ نمیده به ما. تو این گفتگو اینجوری نگاه میکنیم که رابطه با محیط رو یه نفرمون وسط هست که خودمونیم، در واقع درگاه ارتباط ما با محیط خودمونیم. اونجوری که ما با خودمون ارتباط برقرار میکنیم روی اون شکلی که محیط داره به ما پدیدار میشه اثر گذاره. ما یه وقتایی ارتباطمون با خودمون حول و حوش و حول محور نصیحت و سرزنش میگذره. مثلا خودم سرزنش میگم چرا این حرفو زدی، چرا این کاری کردی، آخه تو مثلا درست نمیشی، نه تو کی میخوای حواست رو جمع کنی. مکالمات رایج من با خودم درونی ممکنه این شکلی باشه. خب سرزنش خودم یا دیگران. وقتی میگیم که این ارتباط قراره بیاد روی خود منم اثر بذاره و این نتیجهش میشه ارتباط من با محیط، این شکلیه که نوع مکالمه درونی من شروع میکنه به تغییر کردن و این تغییر مکالمه درونی اثرگذاره رو اون جوری که محیط و دنیا داره برای من پدیدار میشه و نمودی که محیط، اشیا، اون جاهایی که ما رابطه رو باهاش داریم اما ارتباط مستقیما نمیتونیم با میز، ماشین، خونه داشته باشیم، چون من اگر حرف بزنم پاسخ منو نمیده، اما خود من اونجا هستم به عنوان درگاه ارتباط با محیطم. تونستم توضیح بدم؟ بله ممنونم. خب پس اینجاییم که داریم راجع به تمایز ارتباط و رابطه صحبت میکنیم. به اینجا رسیدیم که ما با هر چیزی تو این دنیا رابطه داریم و رابطمون اگر بخوایم ببینیم تو چه سطحیه میتونیم نگاه کنیم که انرژی رابطه کجاست. انرژی رابطه هم قابل اندازه‌گیری و لمسه. شما دیدید توی بعضی از گفتگوها
میبینی مثلا یه جوری داره میشه که دو نفر دارن با هم سرسنگین میشن، فضا داره بسته میشه. بعضی وقتا ولی گفتگو یه جوریه که فضا داره باز میشه، آدم‌ها دارن بیشتر به هم نزدیک میشن. این تمایز و تفاوت جریان انرژی که داریم راجعش صحبت میکنیم. و عموما اون چیزی که شما الان به عنوان فضا ازش یاد کردید و ما رو نمود جسمیمون هم میبینیم، یعنی اثرش رو روی بدنمون هم میتونیم حتی تجربه بکنیم. گاهی اوقات حتی ممکنه توی شرایطی قرار بگیریم، توی یه گفتگویی که میبینیم شونه هامون داره جمع میشه، انقباض داره شکل میگیره، یا یه جایی ممکنه سرمون رو بگیریم بالاتر، رفتار بدنمون تغییر میکنه و حتی این روی زبان بدن هم تاثیر میذاره و تغییر ایجاد میکنه. خب پس گفتگوم تا اینجا اینه. سطوح مختلفی در مورد رابطه وجود داره که ما تنها دسترسیمون برای افزایش انرژی اونجاها نوع ارتباطیه که داریم برقرار میکنیم. این ارتباطه میتونه بر اساس همون الگوهای گذشته فاصله ایجاد بکنه، یا این ارتباطه میتونه بر اساس الگوهای ساده و جدیدی که شروع میکنیم به امتحان کردنش به سمتی ببره که انرژی توش افزایش پیدا کنه. مثل همون مثاله که تو گوش نمیدی تبدیل میشه به اینکه ببین من واقعا چیزی که لازم دارم الان اینه، اون یکی هم میگه ببین میفهمم چی میخوای ولی نمیدونم باید چیکار کنم، بیا کمکم کن، و این داره یه نتیجه دیگه ای رو رقم میزنه. در صورتی که اگر به صورت معمول بخوایم بریم سراغ همچین مثالی، ممکنه که مثلا خانوما بیان بگن آره آقایون اصلا گوش نمیدن، هیچ وقت حرف منو گوش نمیده. آقایون هم بیان بگن که خانوما هم همش میخوان بشینن که ما بهشون گوش بدیم. چقدر میخوای راجع به خودت حرف بزنی؟ نگاه بکنی این تحلیل ها کمکی نمیکنه. این مرز کشیدن زن و مردا کمکی نمیکنه به ما که بخوایم انرژی رو توی روابطمون افزایش بدیم. بنابراین ما بریم سراغ این روش دیگه. پیشنهادی که داریم و میخوایم توی این برنامه ها دنبال بکنیم اینه که بریم ببینیم چه نوع ارتباطیه، چه شکل از ارتباط برقرار کردن یا کامیونیکیشنه که به ما دسترسی میده که انرژی توی روابطمون یا ریلیشن هامون زیاد بکنیم. خب پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که روابطمون رو میتونیم با یه شاخص انرژی اندازه گیری کنیم و یه آچاری ابزاری هم داریم برای اینکه شروع کنیم اینو زیادش بکنیم. آچاره یاد گرفتن یک شکل خاصی از مهارت ارتباطیه. خب اما برای اینکه دید دقیق‌تر شفاف‌تری پیدا بکنیم میتونیم اینو امتحان بکنیم که اول از همه بریم ببینیم که این چیزی که بهش میگیم زندگی و داریم میگیم که روابط زندگی اصلا چیه؟ خود این زندگی چیه؟ خب اگر من از شما بپرسم یا از هر کس دیگه‌ای بپرسم احتمالاً یه جمله‌ای، یه تعریفی از زندگی داریم، انگار که میدونیم زندگی چیه. ولی وقتی میخوایم بیایم با هم دیگه راجع به اینکه دقیقاً زندگی چیه صحبت بکنیم، تعاریف مختلف و گوناگونی ممکنه داشته باشه. من داشتم فکر می‌کردم که بخوام بهتون بگم زندگی چیه، نمیدونم دقیقاً چیه. این از اون مفاهیمیه که لازمه که با هم قرارمداری بذاریم که همسو بشیم. برای اینکه زندگی رو بخوایم یه دیدی داشته باشیم نسبت بهش، یه تعریفی داشته باشیم، نه اینکه همه ابعادش رو تعریف کنیم، تکلیفش رو معلوم کنیم، اینجا پروندهش رو ببندیم. برای اینکه بخوایم یه دید شفافتری داشته باشیم، زندگی رو میایم به حوزه‌های مختلفی که توش فعالیت داریم میکنیم تقسیم بندی میکنیم و نگاهش میکنیم. یکی از این حوزه‌هایی که ما رابطه داریم باهاش، رابطه ما با خودمونه. یعنی چی رابطه ما با خودمون؟ یعنی وقتی میایم نگاه میکنیم ما در زندگی موضوعاتی مثل تفریح، سلامتی، تمامیت شخصی، نوع ارتباطی که با خودمون داریم برامون مهمه. پس این بخشی از زندگیه. پس یکی از حوزه ها رو اسمش رو میذاریم حوزه خودمون. و ما اینجا تو رابطه با خودمون یه سطحی از انرژی رو داریم تجربه میکنیم. میتونیم از 1 تا 10 مثلا بهش نمره بدیم. البته که ممکنه در مواقع مختلف متفاوت باشه، اما میتونیم بیایم نگاه کنیم که آقا عموما من رابطم با خودم نمرش چقدره، کجاست. من داشتم فکر میکردم برای سهولت مثلا این نمره دادم میتونیم اینطوری تقسیم بندی کنیم، بگیم که حوزه خیشتن، یه قسمت روان، یه قسمت جسم، بعد حالا بیایم نمره بدیم. این هم یه دسته‌بندیه که ما دسترسی میده. ما مدل‌های مختلفی میتونیم دسته‌بندی بکنیم. زندگی رو میتونیم به
تیکه‌های مختلفی تقسیم بکنیم و از اون زاویه نگاهش بکنیم. ما اینجا میتونیم با هم یه توافقی داشته باشیم، فرقی نمیکنه هر جوری دسته‌بندیش کنیم به ما دسترسی میده که رصد بکنیم این که داریم راجع به ارتباط صحبت میکنیم و ارتباط رو داریم به یه شکل جدیدی میشناسیم، نگاه جدیدی به موضوع ارتباط داریم ایجاد میکنیم برای خودمون و امتحان میکنیم اون نگاهو آیا داره اثری میذاره روی اون حوزه هایی که دسته‌بندی کردیم. بنابراین دستمون بازه که چجوری دسته‌بندی کنیم. صرفا میخوایم یه چارچوبی داشته باشیم، یه تیکه‌ای داشته باشیم که وقتی اونجا ارتباط رو داریم با هم دیگه تمرین میکنیم و یاد میگیریم بتونیم ببینیم اثرش روی این تیکه‌هایی که اینجا گذاشتیم چه شکلیه. خیلی عالی. پس قراره تمرین انجام بدیم. بله، تمرینمون الان اینه که بخوایم مبدأ رو مشخص بکنیم. میتونیم بیایم نگاه بکنیم که رابطه ما با خودمون با این تعریفی که الان داشتیم چجوریه. یه جای دیگه که میتونیم نگاه بکنیم رابطه ما با خانواده است. وقتی من میگم خانواده، انرژی در جریانه نمرش چنده از 1 تا 10؟ آیا اینجوریه که همش گیر و گور اونجا هست، دائما انرژی داره هدر میره، یا نه اکثر اوقات و در بیشتر مواقع اینجوریه که ما جونمون برای هم در میره، همش حواسمون به هم دیگه است؟ این میتونه یه بازی رو برای ما مشخص بکنه. حوزه بعدی ارتباط من با دیگرانه. اساساً رابطه من با دیگرانه. اساساً رابطه من با دیگران چه جوریه؟ چه نمره‌ای داره؟ دیگران یعنی چی؟ یعنی هر کسی غیر از خانواده. همکارا، دوستا، همشهریا، هموطنم. این به من بستگی داره که دیگران رو تا چه سطحی میخوام تعیین بکنم که دیگران زندگی منن. یه حوزه دیگه‌ای که میتونیم مشخص بکنیم رابطه من با پوله. چجوری رابطه من با پول میتونه از لحاظ انرژی سنجیده بشه. مرسی. یه وقت هست من خیلی دارم زحمت میکشم برای به دست آوردن پول و نتیجه خیلی کمی دارم. یه موقع از هم وقتی که زحمت میکشم هم نتیجه دارم، یه موقع برعکسه، زحمت و تقلا کمه اما نتیجه زیاده. اینجا میتونیم بگیم که آره انرژی اینجا تو سطح بالایی در جریانه که باز برمیگرده به اون رابطه‌ای که من با پول و دنیای مالی دارم و این بین دوباره ارتباطیه که من با خودم در رابطه با این موضوع برقرار میکنم و این موجب میشه که دنیای مالی و پولی برای من یک شکل خاصی نمود داشته باشه و این توی رابطه من اثر داره. من یه سوال بپرسم آقای میرمقتدی، یعنی الان شما برای تمرین به ما میگین که حوزه‌های مختلف رو در بیاریم و بگیم که از 1 تا 10 از دید خودمون الان کجاییم، درسته؟ بله، این پیشنهاد منه برای اینکه بتونیم توی این تمرین یه مبدأی رو برای خودمون داشته باشیم و وقتی که آخر این گفتگو برمیگردیم نگاه بکنیم ببینیم که آیا برای ما از طریق یاد گرفتن یه چیزایی توی دنیای مهارت ارتباط موجب شده این چیزایی که من یاد گرفتم نمره‌ای که الان دارم میدم به این حوزه افزایش پیدا بکنه یا نه. یه جورایی تئوریامون به عمل کرد رسیده یا نه. بله. آره، ولی برای من این سوالی هم پیش اومد الان، مثلا حوزه خانواده شاید مثلا یکی به ذهنش برسه که خب ارتباطش با مادرش یه جوره، مثلا یه نمره‌ای داره، با پدرش یه نمره‌ای داره. میخوام ببینم که تو ذهنتون اینا رو جدا کنیم یا نه. ممکنه که یه نفر بگه من تو خانواده میخوام برم سراغ این رابطه و اونو بیاره بنویسه. یکی ممکنه بگه من سراغ این 2 تا رابطه میخوام برم. ما دستمون بازه برای این که توی هر کدوم از این بخشا هر جایی رو که خواستیم انتخاب بکنیم و نمره بهش بدیم. الان منطقاً ما حوزه هایی رو انتخاب میکنیم که یکم توش حس بکنیم یه جورایی نیاز به بهبوده. نیت این کار اینه که ما بتونیم جهات مختلفی از زندگیمون رو بیاریم جلو چشمون و ببینیم که یعنی چی که انرژی میتونه تو اینا سطوح مختلفی رو داشته باشه با اون تعریفی که داشتیم و در نهایت اون جاهایی که نقاط قابل بهبود به نظر ما میاد و زیرش یکم خط بکشیم، پررنگش بکنیم و با تمرکز به اون حوزه ها ادامه ماجرا رو گوش بدیم. در واقع نیت این تمرین اینه. خیلی هم عالی. من خودم همینطوری الان چند تا حوزه به ذهنم رسید که آره نیاز داره که روش کار بشه، بهبود پیدا کنه. بنابراین اگر بخوایم دسته‌بندی رو دوباره از اول بگیم، یه جایی رابطه ما با خودمونه، یه جایی که میتونیم نمره بدیم با خانواده است. به قول شما میتونه چند نفر یا
مدل‌های مختلفی تو دلش باشه. اینجاست که میتونیم رابطه هامون رو کشف کنیم و نمره بدیم. جای دیگه که میتونیم رابطه هامون رو کشف کنیم رابطه با خودمون تو حوزه مالیه. جای دیگه رابطه خودمون با مهارت‌ها و یادگیریایی که داریم. جای دیگه رابطه ما با خودمون در زمینه محیطیه که داریم زندگی میکنیم. و یه حوزه دیگه هم که میتونیم در نظر بگیریم رابطه ما با معنویته. در واقع اونجا هم یه جایی هست که بخشی از زندگی ماه که ما میتونیم در واقع اونجا هم رابطه های خودمون رو بیایم مورد توجه قرار بدیم. تفریح رو هم میتونیم جزو یکی از حوزه ها حساب کنیم. حوزه هفتم هم میتونیم به عنوان یک حوزه در نظر بگیریم، هم بیاریمش تو دل یکی از این حوزه ها. مثلا ارتباطمون با خودمون، مثلا رابطه ما با خودمون. خیلی هم عالی. و اینها رو پیشنهادتون اینه که رصدش کنیم و پایان فصل دوباره برگردیم بهش، یه بازبینی بکنیم. اولا که وقتی میایم دسته‌بندی میکنیم کلمه زندگی خورد میشه به رابطه ما تو حوزه‌های مختلف و چیزهای مختلف. اون وقت قابلیت پایش دقیق تری براش به وجود میاد. یعنی ما میتونیم بیایم نگاه بکنیم که خیلی خوب مثلا اگر توی گفتگوی بعدی ما رفتیم سراغ یه موضوع خاصی، این موضوع خاص تو زندگی من به چه کاری میاد؟ اون وقت دیگه کلمه زندگی برای من یه چیز کلی نیست. میتونم بگم که آها تو رابطه با فلانی توی خانوادم این موضوع میتونه برای من کارآمد باشه، یا تو رابطه من با پول و موضوع مالی مثلا شغلم هم نوشتم و شغل من شامل روابط کاری منم میشه. مثلا توی اون رابطه که من با فلان همکارم دارم این موضوعی که اینجا داره راجبش صحبت میشه انگار میتونه بره بشینه اونجا. بنابراین هدف ما از این تقسیم بندیه اینه که امکان پایش و رصد راحت تری رو در اختیار ما بذاره این تقسیم بندی حوزه های مختلف زندگی. چرا از این زاویه اساسا من دوست دارم که شروع بکنیم موضوع مهارت ارتباطی رو؟ به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنم با یه دید بزرگتری نگاه میکنم، انگار توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که این سرعت انفجار اطلاعات، دسترسی زیاد ما به اطلاعات یه مخاطراتی هم با خودش داره. یه جورایی یه گسست ارتباطی داره ایجاد میکنه بین آدما. تحلیل داره میده انرژیشونو. میتونیم به وضوح ببینیم افرادی که زیادن دور و برمون وقتی باشون صحبت میکنیم میگه ای بد نیستم، بالاخره داره میگذره. کسی نمیگه که واقعا میگه آره من دارم خیلی لذت میبرم از زندگیم، رضایت دارم. بنابراین انگار این ارتباطه باید یه جایی بیاد بره رو زندگی ما بتونه اثر بذاره. و وقتی من اومدم نگاش کردم دیدم که آره ارتباط داره روی رابطه ما اثر میذاره و ویژگی رابطه اینه که ما توی تمام زندگیمون با همه چیز رابطه داریم. بنابراین تو این دنیایی که با این سرعت داره همه چیز پیش میره، حالا هوش مصنوعی هم خیلی ترند شده، همه جا صحبتشه، مدل موتورهای جستجو که میرن اطلاعات رو پیدا میکنن، دسترسی زیاد ما به اطلاعات که گفتم اینو، همه اینا موجب شده که ارتباطات ما شروع بکنه به سمتی بره که فاصله ها بیشتر بشه و انرژی ها کاهش پیدا بکنه. بنابراین اگر این یه مهارتیه که از نظر من خیلی ارزشمنده، از حیث این که میتونه آدما رو به همدیگه نزدیک بکنه و با این سرعتی که این دنیا داره پیش میره احتمالاً چند سال دیگه این بسیار به لحاظ مادی هم ارزش خواهد داشت. آدمایی که حضورشون باعث بشه که روابط انسانی شروع کنه به نزدیکتر شدن. با شکلی که داریم پیش میریم، ورود ربات‌ها و هوش مصنوعی اینا، این مهارت بسیار میتونه مهارت ارزشمندی باشه. اینم دوست داشتم بگم در میون بذارم به عنوان اینکه چرا مهمه که اینو تفکیک کنیم، رابطه و ارتباط، و بعد ببینیم که این ارتباطات رو یاد میگیریم اثرش رو کجا خواهد بود. به خاطر اینکه میتونیم با یادگیری این آدمایی باشیم که وایسیم برای اینکه واقعا توی دنیا تفاوت ایجاد بشه. همینطوره، من هم با شما هم نظرم و خیلی ممنونم که این موضوع رو برامون آوردین و اینقدر قشنگ با مثال برامون موشکافانه بررسیش کردید. من مثل همیشه خیلی یاد گرفتم ازتون. مرسی، خیلی ممنونم. منم قدردانم از اینکه دعوت کردیم و خیلی خوشحالم از اینکه افتخار داشتم پیش شما باشم. سلامت باشین. همچنین انشالله برای اپیزود بعدی منتظرتون هستیم و میخوام ازتون بپرسم به عنوان سخن پایانی، اپیزود بعدی در مورد چی قرار صحبت کنیم؟
ما از اینجا با این 2 مقدمه رابطه و ارتباط میخوایم بریم تو دل ارتباط و مهارت ارتباطی. اساسا یکم راجع به این صحبت کنیم که وقتی میگیم مهارت منظورمون چیه. مهارت معادل استادی یا چیره دستیه. چرا ارتباط با مهارت داره کنار هم میان و ارتباط چیه و همینجوری بریم جلوتر ببینیم اجزای ارتباط چیه و دسترسی عملی به ایجاد یک ارتباط مؤثر با اون تعریفی که داشته باشیم. عالی. پس قراره ایشالا باز هم تمرین داشته باشیم؟ بله حتما. خیلی هم ممنون، خیلی لطف کردید. مشتاقانه منتظر اپیزود بعدی هستیم. مرسی، به امید خدا. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. ما رو در شبکه‌های مجازی دنبال کنید. مشتاق نظراتتون هستیم و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.